سلام به همه کریپتو بازای گل. اگر دنبال یک کیف پول امن، راحت و قابل اعتماد برای نگهداری ارزهای دیجیتال هستی، اونم مخصوص ما ایرانی ها، این ویدیو دقیقاً برای خودته. تا آخرش با من بمون چون قرار بهترین گزینه ها رو بررسی کنیم، از مزایا بگیم، از دردسراشون بگیم و آخرش یه جنبندی توپ داشته باشیم. بزن بریم. بخش اول، چرا انتخاب کیف پول مهمه؟ قبل از اینکه بریم سراغ معرفی، بذار یه سوال بپرسم. تا حالا شده کیف پول دیجیتال رو تگ کنن یا یهویی ببینی فیلتر شده و دسترسی قطع شده؟ اینجاست که انتخاب کیف پول درست میتونه نجاتت بده، مخصوصا برای ما ایرانی ها که یه سری محدودیت داریم. باید خیلی هوشمندانه عمل کنیم. بخش دوم، تقسیم بندی کلی کیف پول ها. به طور کلی دو نوع کیف پول داریم: کیف پول گرم هات والت مثل نرم افزارها و اپلیکیشن هایی که روی گوشی یا لپتاپ نصب میشن. دو، کیف پول سرد مثل کیف پول های سخت افزاری که آفلاین هستن. هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن، اما بیاین ببینیم کدوم ها برای ما ایرانی ها مناسب ترن. بخش سوم، بهترین کیف پول ها برای ایرانی ها. یک، تراست والت. مزایاش: رایگان، متن باز و پشتیبانی از کوین های زیاد، غیر متمرکز و بدون نیاز به احراز هویت، بدون محدودیت برای ما ایرانی ها، البته فعلا. نکته مهم، حتما بکاپ همون 12 کلمه رو جای امن یادداشت کن. دومین کیف پول اگزودوس. ظاهر جذاب، ساده برای تازه کارها، نسخه دسکتاپ و موبایل داره. برای ایرانی ها مشکلی نداره. تنها عیبش هم متن باز نیست، یعنی باید بهش اعتماد کنی. سومین کیف پول ترزور یا لجر. امنیتش بالا چون به اینترنت وصل نیست. برای نگهداری بلند مدت عالیه. تنها مشکلش قیمتش بالاست و تهیه‌اش از ایران یه ذره دردسر داره. چهارمین کیف پول رابی والت یا متا ماسک هستش، مخصوص دیفای بازا و NFT بازا. روی مرورگر نصب میشن، پشتیبانی از بلاکچین های مختلف داره. هشدار، حواست باشه به لینک های جعلی کلیک نکن. بخش چهارم، چند نکته طلایی برای ایرانی ها. حتما از کیف پولی استفاده کن که کلید خصوصی دست خودت. به هیچ وجه کیف پولت رو روی گوشی روت شده یا کامپیوتر آلوده نصب نکن. بکاپ. همیشه یه نسخه از کلیدهات رو آفلاین نگه دار. دنبال کیف پول‌هایی نرو که نیاز به احراز هویت یا همون KYC دارن، چون ممکنه بعداً دسترسیت قطع بشه. در انتها جمع‌بندی. در نهایت انتخاب بهترین کیف پول بستگی به نیاز خودت داره. اگه تازه کاری و دنبال سادگی هستی، تراست والت یا اگزودوس. اگه امنیت برات مهمه، ترزور یا لجر. اگه دیفای و قراردادهای هوشمند جذبت میکنه، رابی یا متا ماسک. فرقی نداره کدوم رو انتخاب میکنی، مهم اینه که آگاهانه انتخاب کن. اگه این ویدیو برات مفید بود، لطفاً لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و تو کامنت ها بگو که تو از چه کیف پولی استفاده میکنی. منتظر ویدیوهای بعدی با موضوعات جذابتر باش. تا ویدیوهای بعدی، بدرود کریپتو باز.